و برای ایران چه اتفاقی میافته. دوست داری بدونی؟ گوش کن. میگن سیاست پدر مادر نداره. علتش اینه که توی سیاست دوست مهم نیست. اینکه ایران دوست روسیه است، ایران دوست چینه، آمریکا دوست اسرائیله، اصلا اهمیتی نداره. توافق مهمه، منافع مهمه. اگر توافق و منافعی وجود نداشته باشه، دوست 100 سالش رو یک کشور حاضر بفروشه، مثل آب خوردن. یه سری فکت بهتون میگم و یه سری از مسائل تا یه جا باز میکنم، یه سری چیزا رو نمیتونم بگم. بچینید بغل هم کامل متوجه میشید. اولین فکت: آمریکا گفته مراکز هسته‌ای ایران رو کلا زدم نابود کردم، مثل فوردو. ترامپ هم دیدی چقدر شلوغ کرد. ایرانی هم تایید کردن. هیچی من نمیگم، نظر نمیدم، خودت عقل داری. عکسو نگاه کن، 3 تا سوراخ بالا، 3 تا سوراخ پایین. حتی اگر موشک‌ها با 30 تن بمب بره پایین اگر منفجر بشه باید یه دره 200 متری ایجاد بکنه. این نزده؟ چرا زده؟ ولی خونه خالی رو زده ولی 30 تن بمب نزده، 4 تا موشک سطحی زده. ایران هم تایید کرد، چون به این بهانه باید چین وارد جنگ با تایوان بشه. باید وارد جنگ بشه. داده 25 ساله ایران و چین یادتونه؟ یه سریا شلوغ میکردن بی سوادا، دریای ما رو فروختن، اینا اصلا مدیریت ندارن، اینا همه چی ما رو میفروشن. یکی از بنده قرارداد این بود بین ایران، چین و روسیه و کل دنیا که ایران سال 2026 بشه قدرت نظامی و هسته‌ای کل خاورمیانه. در اصل اسرائیل تومه بود. آمریکا خود اسرائیل رفیقشو تو سینی گذاشت داد به ایران. چی با آمریکا میرسه که رفیقشو فروخت؟ گفتم تو سیاست رفیق وجود نداره، منافع مهمه. آمریکا در مرز ورشکستگیه. چین گفت کل بدهیاتو میدم، در عوضش قدرت از آمریکا انتقال پیدا میکنه به چین. چین میشه قدرت اول دنیا، یوآن میشه پول اول دنیا و ایران میشه قدرت اول نظامی و هسته‌ای کل خاورمیانه. یه سود دیگه برای امریکا داره. دوباره به بهانه ترس ایران میتونه به عربا بمب و تسهیلات نظامی آشغالشو بفروشه. اینم سود آمریکا. دیدید سیاست پدر مادر نداره؟